چنل یوتیوب من خوش اومدین. سلام، به چنل یوتیوبش خوش اومدین. ببین امروز یه چالش خیلی باحال داریم. چالشمون اینجوریه که اینجا ما 8 تا مواد غذایی داریم که هر کدوممون باید یه دونه‌ش رو برداریم. یعنی در واقع میشه 4 تا، چون 8 تا 3 تا یه دونه هم میشه 4 پارت. چقدر ریاضیت خوبه. خب بدون ماشین حساب زدم. میدونم. خب بعد سنگ کاغذ قیچی میکنیم. اول هر کیبورد انتخاب میکنه، میگه داغ یا سرد. اول داغ و سردش انتخاب میکنه، بعد نفر یه دونه اینا برمی‌داریم. خب الان ما 8 تا مواد غذایی داریم که یه سریش تو فریزره، 3-4 روز گذاشتم تو فریزر قشنگ یخ بزنه. یه سریش هم داغه. الان یه سریش داره قلقل میکنه، یه سریش تو مایکروویو. چون بویدی. آره اینا همه دارن میجوشن. من یه چیزی بگم، واقعا من شاکی ام اینجا. چرا؟ چون که هر سری قبل ویدیو یه چالش خیلی باحال میخوایم بگیم. بعد میگن چی بشین دیگه اینجوری مزه‌اش بله همه چی باید واقعی باشه. بازی مختلف میکنیم. مثلا یه بار گل یا پوش میریم، یه بار سنگ کاغذ قیچی میریم که برنده رو مشخص. اول سنگ کاغذ یه دونه ایه. آره ولی تون نمیاره. نه 3 تاییه. اصلا هیچ وقت حالا من نبرده بود. من بردم. ببین من داغو انتخاب میکنم. تو میدونی. من اصلا نمیدونم چیه، داغو انتخاب میکنم چون بردار. سرداش خیلی سرد. تو دست من بردار. خیلی خوب بده. بردار. پیتزا. تو دست من بردار. خیلی خوب بده. شما پیتزا یخ زده میخوری؟ نه خیر، هر کی هر چی برداره میخوره دیگه. تو یه چیز برمی‌داری، من اون یکیشو باید بخورم. دیگه 2 تا پیتزا هست. یه داش یخ زده است، یه دونش داغه. وقتی شما یه چیزی برمی‌داری خودت میخوری. دلیل نمیشه که اون یکیشو من بخورم که. وای عجب پیتزا. خالی من میخواد چون مار بسوزه. تو این نپخته است. اینم پیتزا یخ. این سنگه. خب یخ زده یه چیزی پخت میپزه بعد میذاری یخ میزنه. نه دیگه این چالشش اینجوری که بود به من بیفته. من داداش چی اینو من بخورم؟ چالشش اینجوریه من دیدم. با چاقو میبری من اینو وا کنم. باز نمیشه من نمیخورم. دندونم میشکنه داداش. این خوب بزنم یقش بار اصلا نمیشه. دندونم نشکنه. ببین کلی زور زدم یه ذره رد دندونم افتاد روش. اوه داری میخوری؟ خوشمزه؟ واسه چی پیتزای نپخته و خوشمزه باشه؟ اینم یخ زده. مرسی. واقعا من دارم اذیت میشم. حالا بیا گل یا پوچ. تو میری من حدس میزنم یا من میرم تو حدس بزنیم؟ تو برو من حدس میزنم. این گل. خب. استعداد 0. اونجوری نگاه نکن. خب یعنی چی؟ من نگاه کنم. باش میرفتی توی مسابقه شرکت میکردی. بده. کلو بده داداش. تموم شد دیگه. چی تموم شد؟ آقا بستی دیگه چی؟ نه من گفتم بیا. من این مسابقه رو ندیدی. نه تو مگه دیدی؟ آره من تیکای اینستاگرام. عجب آدم جرس. داره خواهی میکنه سرش اینجوری کرد که اصلا من نبینم تیکه آخرشو، چون 100% دیگه گفتم بده گلو. بده گلو دیگه داداش. اصلا میگم استعداد نداری. سرد یا گرم؟ سرد. خیلی داره جر میزنه این بازی. من جر زدم. پنیر سرد تو میخوری پنیر گرم؟ پنیر داغ تا میخوام. چطوره؟ خیلی خوب. همیشه شم چدار یخ زده بخورم. خوب نبود؟ چرا باید چدار یخ زده خوب باشه؟ ولی پختش خوب بود. آب شدش کنیم. میخوایم تمام کنیم؟ نه. چقدر خوبه. گل یا پوش تو این دفعه میری.
افتاد. بس تو نمیتونی تو دست نگه داری. بده. گرد یا گرم؟ گرد. چی؟ عادیه دیگه، اوکی. سیب دمای اتاق دیگه. نه دیگه. بابا یعنی چی؟ سیب پخته خیلی خوشمزه است. تو هم سیب یخ زده باید بخوری. آره دیگه. لامینتات بشکنه به حق اولاد علی. دونای من لامینیت نیست، دندونای خودم. این مدت ها تو فریزر بوده، هر ازش بخار میاد. داغه چقدر؟ باید بخوره دیگه. به حالی دیگه. یک بستنی یخی شد. بچه ها اینو حتما امتحان کنیم. خب از بام گوشه گاز بدیم. شما میتونین دندون پندون رو میشکنی؟ خواهد تو سر من با این دندون خواهد بد میزایی دهن آدم. بیاد ای کاس گنده باید بزنیم. مزه بستنی یخی میده. راست میگی مثلا یخی بعد چیز با طعم سیب. مزه پای سیب میداد خوب. ببینم. دندونام الان ترک میخوره. راست میگی. دندونات درد نگیره؟ من خورد دادم. بده. مزه پای سیب. بچه‌ها سیب رو هم بذارید یخ بزنه. آره هم بذارید بپزه. بپزه بخورید. یه لحظه. خب ببینید در چه حدی. بازی کن. اوکی چپیه دیدی راستم واکن مطمئنم راسته آی دستم واکن آی واکن شخی کردم چپ بود داشت من نباختم گل از دستم افتاده گل از دستم افتاده بود اوه بو تو نفهمیدی این دستی تر فهمیدی نیستش همینجوری گفتی افتاده بذار باشه او باشه نباشه سرد چی؟ بستنی 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 خیلی آب شدش خوشمزه نه باید داغ بخوری داغ که آب؟ مایه حرارت چیز داغ که میریزن تو جهنم تو حلق آدم ها چیز داغ چیه؟ چیز داغ میریزن میگن جهنم سیخ داغو از طرف سردش میکنن تو کون آدم ها ای گفتی چرا؟ راستی 8 آیتم بود من اشتباهی گفته بودم 4 تا 8 ای گفتی چرا؟ از طرف سردش میکنن؟ چیو؟ چوب داغ سیخ داغو میگن جهنم خب یه سیخ و داغ میکنن از طرف سردش میکنن تو کون آدم ها من چه میدونم به خاطر اینکه هر کی خواست سیخو بکشه دستش بسوزه ای چقدر امروز بی‌نمک شد این بستنی شما از تو فریزر در منه من بستنی آب شده ببین چقدر آب شده ببینه بعد مگنوم زیرو شوگر چه بامزه به شکلاتش کلا خالی شد آره به شکلاتش کنم خوشمزه است ولی نه این بستنی رژیمی ها بدون قرنه یه گاز بده ببینم این خوشمزه تره قاعدتا هست بستنی یخزادش خوشمزه تره مثلا مدلش اینجوریه یخزاده سرو میشه دوباره گلیاپوش میریم نوبت منه نه این دفعه بذار من برم باشه بعدش بازی نگاه نکن دیگه خب من اول تو دستت ببینم بعد بازی کنم نه چی؟ عشقم بذار آدم باید نگاه کنه بازی حدس نیست که نه دیگه کی گفته باید نگاه کنی قانونشه اصلا بالا بازی میکنن نه نمیتونی ببینی که کنون دست گذاشتم تش با حدس بزن دستتو بزن اینجا دستتو بزن اینجا خیلی تابلو اینو داری شما نگه میداری تو اینه تو کدومه؟ تو اینه دستم برو دست چپ تو باز کن مطمئنی؟
دست چپه تو باز کن. آقا دست چپه باشه چه جوری میکنی؟ چی شبیه تبهکارا میمونی؟ خب باز کن دیگه. نه کن اینا تو بود. چه تابلوی داری شمال نگه میداری تو اینه؟ خب چه اونم با کن. تو اونم کنه خیلی چیه؟ چرا بکردی تو جفتش سری اصلا خواستی اینو با کنی نه؟ خب من بردم دیگه. خلاقیت بخوام. خیلی موش سرشار سرد یا گرم؟ گرم. نوشابه؟ خب این نوشابه داغ، این نوشابه یخزده. فقط این نوشابه یخزده چجوری بخوریم؟ این دشت باز چی به من ربطی نداره. نوش جونت. این چه سگیه؟ این نوشابه داغ خیلی بده. تو حداقل اونو میتونی بخوری، من این چجوری بخورم؟ اوه چه بامزه. مزه پاستیل نوشابه. انگار آب جوشو توش شکر ریختی. با گاز. آفرین. بازش رفته یه ذره آره؟ احتمالاً دیگه با اون ترمالی که زدیم. الان تو گل یخوچ بردی. تو تو گل از دستت نیفته. تو اصلا نمیفهمی میفته نه؟ بیا من ندیدم تو کنم دستت. محاضی ببین. چفت؟ تو خوبی میری پایین. حالا پس اینو نگاه کن پشمات بریزه. ها سرد گه ماست. آفرین. ماست داغ باید بخوری. ماست یخ زده تو باید بخوری. مزه گوه میده. آره. آقا این نوشابه رو من باید بخورم. من نمیشم. اومد ازش. ببینم 2 hours later. بخور. آب ماست اومده بالا یخ زده. بده من تا ماست من سرد نشده بخورم. ای با چنگال میخوری؟ بچه ها ماستو نه یخ زده شو بخورید نه داغشو. داغ که خیلی گوهه. نه داره باز آب ماست یخ زده است. این آب ماست یخ زده که افتضاح بود. که وارفته ای من. این بدتره. اون بدتره. ای آب شد. آب شد. این داره گازش میاد بیرون. داره منم بخور. چه مزه ای؟ ای چرا؟ این مزه آب شکر میده. گازش کامل رفته. ما میندازیمش دور. هیچ وقت نذارید نوشابه یخ بزنه. نه که روش های اصلا حالا یخ که نباید بزنه ولی میگه رفیقه من نه یخمکش میکرد. میریخت توی یه چیزی یخمکش میکرد بعد خوردش میکرد میریخت توی ظرفی با نی میخورد. میره دیگه. ببین کلا به نظر من نوشابه بدون گاز چیز بدمزه. یه اتفاقی داره میفته. تا درشو ندی ببندم این اتفاق ادامه پیدا میکنه. عجب گفتی. تا بازی دیگه میده. کی بازی میکنه؟ یکیشو من برمیدارم یکیشو تو. یکیشو تو بگو سرد میخوری یا نه. من سرد. منم گرم. موز. تخم مرغ. تخم مرغ یخزده چه گوه سگیه. نمیدونم. دیگه بازی تازه موزه دیگه چی؟ من دیگه بازی نمیدونم. تا همینجاش بس بود. باید بیا اینجا. موزه یخ. تخم مرغ دار. موزه دار. تخم مرغ یخزده. خواهینا بکن خاطر برده. دهنم چجوری یخ میگه نمیشه خورد داداش. نگاه کن اصلا داره ازش چیز بلند میشه. این هم همین یعنی تو ماکرو بگیرم. عجب لی شده موزه. خب این اصلا باز نمیشه. دیگه ببخشید تخم مرغ چجوری؟ چه خوشمزه است موزه داغ. مزه دسر میده. آره یه سری مستد دسره دیدی؟ خیلی خوب. آنا چجوری پوست بکنم؟ من باید پوست میکنم.
منم اینو برای تو موزه باید وسط نصف شکیه. نمیشه دیگه. چرا میشه؟ اگه تو بکنی میشه. به خدا زور زدم نشه. دروغ نگو، زور نزدی ببینم. زور درست بزن. نکن دیگه لوس. به خدا نمیشه آقا. نمیشه؟ دیدی میشه؟ نه میشکنش. باشو. خوبه؟ بستنی موزی. بده ببینم. خیلی تو که مثلا عاشق طعم موزی، پدر ما در بود وی موز برش گیر بیارم. داری چی کار میکنی؟ پشمام نمیشکنه؟ موزی باش فقط نمیشه نه؟ خیلی باید مزه بدی بده و بخوری عشقم. مزه گوه میدم. بچه‌ها دمتون گرم که این ویدیو رو دیدین. سابسکرایب کنید خدا وکیلی. نزدیک 100 کاست. بزنید 100 کا بشه، من خیلی برای ذوق دارم. چی کار میکنم؟ هر کاری از دستم خداییش بچه‌م باید زودتر 100 کا بشه. دمتون گرم. مرسی. ویدیو رو هم لایک بکنید. دارم صحبت می‌کنم بچه‌ها. ویدیو هم لایک بکنید. سابسکرایب بازم میگم یادتون نره. چیه؟ خوشی میاد کم کنید. هم کم کنید. موضوع خودتون باشین. خدا نگهدار.